الو گل دانه 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 اصلا شاقر کرده این نمیای خانه الو گل دانه دانه الو گل دانه 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 اصلا شاقر کرده این نمیای خانه الو گل دانه دانه الو گل دانه دانه الو گل دانه دانه شنوختین شنوختین زیبا سلام علیکم سلام علیکم هرچی نباشه هم شاگردای من نباشه نه نه این سلامت باشه این سلامت باشه امروز نیکو یه کویک نموده تو نشان میدادید استاد خشوان از احساس اینجا من خواستم قهار و همکار شما زاد روز مبارک باشه برای شما سلامت باشه برای شما تمامی خوشی زندگی رو تمنا دارم خیلی که بر در همین وای گفتم استاد گلخیزی درت بینم گلریزی سرت بینم در بزم دلگاهت صوت و هنرت بینم این بخت خدا دادت ای اکای اصلان شو ای پدری بزرگ ای دوستی نزدیک مبارک باد زاد روز مبارک باد زاد روز مبارک باد هم مایش بردباری و نصیب باشه خدای طولو 100 ساله شوی بعد از اون پیر شوی خیلی بعد ببینیم ده این خواسته کیه؟ همه چه رحمت زندگی رو تمام کنیم ایزاری تو کم نرد ای سلامت باشین خیلی فرزایی هم که حالتی ما پیش آمدیم نغزی یا پدرکر جلده بعد سلام هم بیکنی و خیلی سلام بدهی او بچه ای بچه ایزاری شما بوشایته دوستان مبارک باشید آباد باشید گوجی سلام علیکم دوستان نزدیک مبارک شما کیش رحمت رحمت اگر نباشد عقل و سر نباشد در باغ زندگانی گرد ثمر نباشد زنده باش استاد جان آقا خیلی جانوی خیره این باز تاری کدام اصلا شد این همی که همی جا آمدین چی گفت امروز؟ نام شناسای او یا اکتور هست شاه بازی میکنه انا بعد در کینای گلیم سرناک انا مرگ بیگناه بعد در صحنه هایی که همراه بدلو رجب فسفس میکنه باز چند فیلم ها دیگر فیلم پنجه میمون بود پنجه میمون نه نمیشناسم اصلا شو سلامت باشید زنده باشید اصلا شو بهترین استاد است برای ما از سال 2020 وقتی که ما با تئاتر اینا اومدیم با استاد شناس شیرین همکاری کرده استاد و آموخته استادیم ای استاد بسیار سینماسی و محتاج دیگر و کار در سمت فیلمسازی از استاد آموخته استادیم اصلا شو هنرمند است اصلا شو یک دنیاست دنیایی که ناتمام است برای اصلا شو شناختن با او همکاری کردن او را شناختن در کار دانستن اصلا شو اکای ما اصلا شو کیست؟ اصلا شو بهترین رفیق من است بخیر از اون که هنرمند و دیگر چیزهایی که وای می آفرید در تاریخ میماند لیکن جوره من هست زنده باشید اصلا شو
اساسا از کلمه در همین زبان فرهنگ فارسی اصلا اومده اصلا هیچ گفتن گپ نیکی ریشه اینو می ای دوره نموی همی ترکی گرفته ارسلان شو ارسلان این شیر گفتن گپ اصلا این همی سلجوقی دا به قراخون از حالی من خاندی من زندگی حیات من گفتم دایم و همه خیل بردم و بزب و فیگورنی در بر ما باشه آباد باشه همه وقت در برکتونی رئیس شما چی میگفتین؟ ما هر چی میخوام در حیات زندگیم این از همه سخونه از همه تمرد بلند نیستم یعنی که پلانگی برداشته که دیگه هیچ که دیگه پریدن جهیدن نمیتونه شکل همی شکردان میکنه خدا من با عمری برسونه وصول دنسی به چرخه که باشه بالای سری مده باید کس خدا محتاج نکنه یا گرجوز سلامت باش رحمت ماش میگفتم من میگفتم که استاد اصلانشا همه وقت همه خیلی بردم باشه همه خیلی جوان مثل جوان تئاتر جوان باشه و جوان بیمانه در پهلوی ما باشه تشکری زیاد هر کس که از اشور نوی شنوسه از این سونست از این خدا و هر کس خداوند کریم یک چیزگاهی آفریده است این یک مرد که بزرگ همین پیشوانش باید یک موی سری سفید داشت هیچ کی نمیدونست باید چی بود اگر خدای خدا این نزد این بزرگترین چیز بود که همین آدم رو در اتفاق رساند من ای کامل کابتن من بسیار این شخص دوست می‌دارم ما دست دعا گیریم داماد خدا گیریم امروز و همه روزتان خوش باشد و خوش باشد همیشه سربلند و کنسیه در بر ما باشید شکرانه که شما هستیم من رقصم من میتونم نخیزم تو من فهمید بخیام دعا یاد میکنم فرخونده باشی همیشه باقی پرخنده باشی استادی عزیزم پدری عزیز و مهربان و غمخوارم استاد جان برای شما پیش از همه عمری درآمد صحت سلامتی خانوادگی رو از درگاه خداوند تمام می‌دونم آن چی پستی و بلندی زندگی بود چی در زندگی هم چی در صنعت چی در هنر همش من از شما می‌خوام تشکر زیاد استاد جان باز هم عمری دراز با برکت دائما در بالای سر ما تشکر زیاد سخن بسیار خوب گفتم که نیست نفری که استاد اصلانشا نشناسه ولی من یک خلاصه اومدم که هر یک هنرمند که میشناسند باید که عبرت بگیرن از رفتاری او بیهوده نمیگویند که اگر شهرت طلب داری مثال بیدی مجنون باش که او هر چند بالا میرود سر بر زمین دارد من از استاد اصلانشا رحمت الله انامین خاکساری آموختم تشکر استاد جان و اینجا خاری عمومی دارم من استاد جمع شدم همین یک سخن است که میگم استاد هست شما تصدیق میکنید که همین چیز بودم اولین شخصیتی که در تاجیکستان مثلا احمد ظاهر گرفته شرق و غرب با یکدیگرش آمیزش دادن بودن همین خیلی بزرگواران بر مثل استاد کرامت الله قربانیگر و در ژانر حجم باشد این کار کردگی اصلا رحمت الله هستم که آمیزش دادن یعنی روسی و تاجیکی و دیگر چقدر آهنگ یک خاطره سون میکنه استادی ما اصلا شاه دایما میکشن آه که تئاتری آینه پا ندارد بینا با شمع برارن فیلم در اینجا ندارن علم تا که بگیرن اسکر محکم بود بند کمر خب سخنی علی یک لحظه دیگه بسنید
سخنی اساس که من جلب عکس نشد و پیش از دست نشد من میخوام که سجده را میفرد کنم اینجا فرمود اپای سجده بیا من علی جان یک لحظه بخشید سجده عزیز در ماشین من گفتیم که رحمت به تو کی همین آدم تو خط کردی بده میگم مخصوص اثر آفرین بعد که همین تو خط کردی اپای سجده شوخی با شوخی های دیگه شم نگفتی اصقل کیای اصقل خدا میگه که باشی تو کشور بود اصقل ها تای علامت حوالی سجده تو کشت من یعنی از این سخنشا بعد اصلشا خاتمه رو بگوشم مرا پیش از همه همین رفیقان دوستان همکسبان شاگردان اون نفرانی که امروز در خدمت یک مرد بزرگ هنرمند خلقی توجیکستان اصلشا رحمت اللهیف جمع اومدن سر یک دستمون سر یک نام و نمکی ما که قدر کردید قیمت کردید وقتی پرارزش خیش را دریغ نداشتید و اینجا اومدید حتی خرسند شدم که شیرالی امروز در معرکه ما اشتراک کرد به همه شما عرض اسپاس تشکر میگویم برای اشتراکتان برای همکاری خودتان برای رقصهایی که از تحت دید و رقصها و آن خرسندی ما را با ما قسمت کردید در قدم ما بودید در پهلوی ما بودید و امروز همه شما که این خرسندی را با ما دیدید شما رو هم به همین روزها به همین خرسندی ها رساند در سرخوان همه شما چون امروزه در سرخوان ما هرچند خاکسارانه بود چون در سرخوان پرناز و نعمت در خاندان همه شما باشد همه شما رو به همین خیلی روزهای نیک رساند و باشد که در خرسندی شما ما هم اشتراک کنیم و قرصک زنیم رقص کنیم سخن دل گوییم و بعضا اینجا هنرمندایی بودن که ما در صحنه میدیدیم سرودخوانشون رو نمیدونستیم نمیدیدیم هنرمندانی که در حقیقت اصیل هستن هنر خود رو نشان دادن سراییدن و مهرنامه خود رو با رقص ها با سرودها هرچند سخن کم بود رقص های بسیار دلچسب بود تشکر میگویم از نام تمام فرزندان ما که یکیش در دبی هستند یکیش حاضر در بلاروس شهرت با سفر هنریش فرزند ما رخسار ما با شوهرش در آلمان و فرزند خردی ما امروز همه خدمت ها را کرد متاسفانه اشتراک کرده نتوانست برای که تبعیض کاری است عذر گفت و از نام آنها تبریک میگویم همه شما رو تبریک میگم این عید تنها عید ما نبود عید همه شما بود بله تشکر برای اشتراک کردن بار دیگر خوش آمده قدم هایتان نکو باشد و همیشه در ما برای شما شده است به خانه ما گیرید تو هم یک عجیب مردم گوشنه این همه گپا این چی میگفته باشه من حیران همه گپا این چی میگفته باشه اکاس نشو عزیز ما عزیز دل ما همین در ویدیو وقت نام شما رو گرفتیم مردم باش احترامی خیلی زیاد آمدن اکاس نشو این گشته برگشته میگم من افترا این شاگردان میکنم شما شما سلامت باشین راستی که ما همین روز در حقیقت اثباتش فهمیدم که آن رایی که من گرفته بودستم در زندگی در حقیقت درست بوده است مقصد من هم همین بود که ما شاگردام تربیت کنم در بر انسان‌های نیک باشند ما هممون یک جا باشیم و یک مقصد زندگی را همین صنعت بزرگ و پیش برده توانیم برادر باشه یک دل باشه همه برای یک کس باشد یک کس برای همه امروز همینه در رفتار و در کردار شما در گفتار شما دیدم از آن رحمت به شما خیش همین خیلی تربیه من درست فهمیدیم قبول کردیم شخصیت های عجایب و غرایب شدیم شما در زندگی هیچ گاه دیگر خواب نمیشید همه وقت سربلند میمونید همه وقت به قوله‌های بلند میرسید آباد باشید سلامت باشید با این شخصیت هایی که امروز خدمت ما را کردن هزارها تشکر که شما در خدمت شاگردای من بودید در خدمت دوستای من بودید
من از شما میnnتدار آباد باشیم. انا در میمانی ما که خواهرم دلفروز دادرم اکرام هستند، اینا خدای ما هم باشند. پیش از خدا شدن گفته بودن که ما خدا نه، ما میخواهیم با شما خیش تبار شویم. در حقیقت خیش تبار شدن. یعنی امروز که در پهلوی ما هستند میnnتدارم از اون کسا. هزار رحمت. اکرام فرزند مادری 95 ساله اشد در خانواده مانده، اسرافشان مانده نزد ما اومد که من تبریک کنم. هزار رحمت دیدم. آباد باش. شخصی هستن که از عالم فرهنگی زندگی ما با خود آگاه هستن. ما اصلا شما بسیار دوست داریم. بابا شما هم دوست داریم که هیچ کسی که دوست داریم. من میدونم که اصلا شما دیگه با چون آینه است. محبوب است برای همین ما. جوانمرد واقعا هم انصاف، پاک، بیغش، نازنین باشای هنر است. برای هر مرد ایسای هنر همین دیگه که در زمان شاه حسن شاه یه مردی هنر روشن و پابنده باشید چون یک نمایشنامه بسیار عجایب بود. بندرچوک اومدگی بود یک لحظه بسیار عجایب. من نگاه کردم گفتم حسن شاه بندرچوک مانند شده. در حقیقت هم پروتوش هم که بسیار ماننده شده است. یکی از شاگردای بسیار دوست داشته بندرچوک بود. مقصود شوی هر دوشون بسیار دوست می داشتن. من یاد دارم. حسن شاه من برای خود پیش از همه عمری دراز سلامتی خواهانم. سلامت باشین. همیشه سرجم باشین. سرجم باشین. هیچ کس پیش رای ما را گرفته نمیتونه. رحمت علی جان. آباد باشی بچه جان. مبارک سویتر یک از سرجان و همه ما شما این شکر این شهامت این داره بینیم مبارک بود.